سلام بیننده گرامی، من مومین احمدی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را گردانندگی میکنم. در برنامه روزی 19 مارس مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان را گرد آورده ایم. کاری سخت مانع روزه‌داری مهاجران آسیای مرکزی در روسیه نشده است. استثنا برای آنهایی که کاری مشکل میکنند هست یا نه؟ اهالی تاجیکستان به 10.5 میلیون نفر نزدیک می شود. جامعه شناسان از نارسایی مکتب‌ها، طبیبان از سلامتی زنها نگرانند. ما چیکار کنیم که در مورد تولد فرزند سلامتیمون از دست ندیم و موجب به مرگ میری کودک مادر نشود. دست جاسوسان روسیه در اروپا دراز شده است. کارشناسان قتل خلبان فراری در اسپانیا را علامت واضحی آن می‌شمارند. گروهی از مخالفان حکومت تاجیکستان در اروپا میگویند مقامات 3 روز باز فشارها به خویشاوندان آنها در کشور را بیشتر کردند. سبب به گفته آنها این بوده است که رئیس جمهور امامعلی رحمان به یکی از کشورهای اروپایی سفر میکند و مخالفین نباید اعتراض و نمایش برپا کنند. مقامات تاجیکستان سنه سفری پرزیدنت را اعلان نکردند. کوشش ما برای دریافت شرح رسمی تا این لحظه بی‌نتیجه بود. شاه رجب شاهمی یکی از فعالان مخالفین بر رادیو آزادی درباره فشار به والدانش گفت. میتینگ اولا برلین تا امروز یگان علاقه نداشتیم با پدر و مادران و دیروز از مقامات شهر پنجکین با واسطه مسنجر زنگ زدن و در آنجا آوازی پدر و مادرم بودن و اونا خواهش میکردن که من برگردم و به این میتینگ و اعتراض هایی که گپ هست یا که گویا رحمانوف به اروپا سفر میکند خوش نشوم یا که اشتراک نکنم. پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان روز 19 مارس با نشر یک بیانیه رفتار مقامات تاجیکستان را جنایت ضد بشری نامیده از آنها خواست از آزار و اذیت نزدیکان مخالفان سیاسی دست بردارند. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 در آلمان بود و آن هنگام مخالفان گردی همایی کرده شعار دادند و ماشین او را با تخم زدند. ادامه برنامه در تاجیکستان که سرعت تولد در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی زیاد است، صحبت از آن می رود که آیا حکومت قادر است برای تعداد زیادی کودکان مکتب و کودکستان و شفاخانه بسازد؟ بنا به آمار تازه اهالی تنها شهر دوشنبه در مقایسه با مردم دیگر گوشه‌های کشور با سرعت بلندتر زیاد می شود و حالا از مرز 1,200,000 نفر هم گذشته است. گزارش همکار ما امیر ایسایف در همین باره است. اهالی تاجیکستان به 10,200,000 رسید ولی در بعضی مناطق کشور تولد کمتر شده است. برای نمونه زایش در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال گذشته 10.5% کاهش یافته است. از سوی دیگر این شاخص در دوشنبه با سرعت بالا می رود. تولد نسبت به سال 2022 3887 عدد زیاد بود. اکبر سبحانوف مدیر شعبه دموگرافی پژوهشگاه اقتصاد افزایش تولد را در شهر دوشنبه با کوچ بستن ساکنان روستایی به پایتخت ربط می دهد. همه دولت‌ها حرکت میکنن که همین اهالی از دهه به شهر بیاید. برای چی؟ این اهالی شهر خوی نخوی معلومات نوکی بالا می شود، سطح زندگی بالا می شود، معرفت نوکیش دیگه خیلی می شود، محدود کردن نمیتونی. دکتر شمس‌الدین قربانوف میگوید که مقدار اساس نیست. ما چیکار کنیم که در مورد تولد فرزند سلامتیمون از دست ندیم و موجب به مرگ میری کودک مادر نشود. عائله ها شکست نخورند، سلامتی ایشان از دست نرود، معیوب نشوند. شمس‌الدین قربانوف علاوه کرد که افزایش تولد با خدمات تندرستی و ساحه معارف مشکل‌های کمبود جای در باغچه‌های بچگانه و مؤسسه‌های تعلیمی ایجاد می‌کند. در یک سال چند تا باغچه و چند تا مکتب و چند تا صنفخانه علاوگی در مکتب‌های تعلیمات میانه به استفاده داده می‌شود. یعنی سرعت
با استفاده دادن مکتب های نو، سیمخانه های نو، جای نشست نو، جای خواب نو خیلی زیاد است سرعتش. اما وقتی که من میگویم که باید در استراتژی رشد عامل دموگرافی از اون جمله نشان دهنده تولد باید به اینابت گرفته شود، این به آن معنی است که در 10 سالهای آخر همین نشان دهنده مشکل زا نگردد برای جمعیت ما. سال گذشته وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داده بود که تنها 16% کودکان در کشور با مؤسسه‌های تا مکتبی فرا گرفته شده‌اند. هرچند از سال 1991 تا به حال بیش از 700 کودکستان بنیاد شده‌اند. رو می‌آوریم به مسائل بین المللی. کارشناسان میگویند جاسوسان روس در کشورهای اروپایی دوباره فعال شدند. چند پیش در اسپانیا یک خلبان روس را کشتند که با چرخبال به اوکراین فرار کرده تسلیم شد. بسیاری ها بر این نظرند که او را جاسوسان روس از بین بردند. درباره فعال شدن جاسوسان روس در کشورهای غربی صدای آمریکا گزارش آماده کرده است که آن را همکارم زرنگیز نوروزشاه پیشکش می‌کند. ماکسیم کوزمینوف خلبان نظامی روس ماه اوگوست سال 2023 به اوکراین فرار کرد. اوکراین به او $500,000 و با نام دیگری شناسنامه داد. در اسپانیا پنهان زندگی داشت. ماه گذشته جسدش را با آثار چند تیر در گراژ مکان زیستش یافتند. روسیه کشتار را شرح نداد، ولی رهبر خدمات جاسوسی مسکو کوزمینوف را برای فرارش یک مرده نالازم خوانده بود. کارشناسان قتل خلبان را یک دلیل واضح دوباره فعال شدن جاسوسان روس در اروپا می‌دانند. کشورهای اروپایی پس از حمله روسیه به اوکراین صدها نفر را جاسوس روسیه نامیده از اروپا خارج کردند. اروپایی ها احساس امنیت داشتند که دیگر جاسوسان روسیه در آنجا نیستند و توانایی هایشان ضعیف شده است. مشکل آن است که آنها ناعیانند ولی از هر وقت تواناترند. رسانه های روسیه ماه گذشته نوار صوتی یک جلسه مقام های بلندپایی نظامی آلمان را نشر کردند که دایر به دادن موشک های دورپرواز تاوروس به اوکراین را صحبت می کردند. کیف هشدار داده است که در آلمان یک شبکه کلان جاسوسان روسیه فعال است. خدمات اکتشافی فرانسه مداخله احتمالی روسیه در معرکه انتخابات وکیلان پارلمان اروپایی را تحقیق دارد. انتخابات ماه ایون برگزار می شود. فرانسه گفته است که اروپا زیر حمله اطلاعاتی روسیه است. آنها برای عملیات‌های جاسوسیشان در اروپا میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کنند. برای تاثیر گذاشتن در انتخابات‌ها، فعال کردن گروه‌های تندرو و اقلیت‌ها، برای گروه‌های دینی میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کنند تا برای به قدرت رسیدن افراد دلخواهشان کمک کنند. کارشناسان به این باورند که روسیه از دور و با استفاده از غیر روس‌ها گروه‌های متشکل جنایی و تاجران و سیاستمداران خارجی را برای اهداف خود استفاده می‌کنند. در بریتانیا، آلمان، نروژ و لهستان مرافعه دادگاهی گمانبران به جاسوسی به منفعت روسیه ادامه دارد. گزارش میرزانبی خالقزاد را شنیدید. ادامه برنامه. دادرس‌های ولایت سوخت بعد بازداشت و زندانی شدن یک همکسبشان که با حکم سفیدش معروف گشته است دیگر چنین حکمی را صادر نکردند. رستم سید احمدزاده دادرس ناحیه باباجان غفورov سال 2021 یک ساکنی همین ناحیه را بیگناه اعلام کرد و اندک بعد خودش جزا گرفت. کارشناسان میگویند این پرونده ظاهراً دادرس‌ها را در سوخت ترسانده است. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. مسئولان دادگاه ولایت سوخت در نشست خبری ماه گذشته اطلاع دادند که در سال 2023 از داخل صدها پرونده بررسی شده دادرس‌های شهر و ناحیه‌های ولایت نفری را حکم سفید ندادند. اکثر مرافعه‌های دادگاهی با جریمه و جزا خاتمه یافتند. پرونده‌ای که بررسی کرده شدند کردارشون
تصدیق خود را یافتگی از این رو حکم سودان حکم برآوردگی. اگر تصدیق خود را نمیافت البته سود قرار دخلدار قبول میکرد یا اینکه سفید میکرد یا اینکه محکوم میکرد. دادرس‌های ولایت سوخت سبب صادر نشدن حکم‌های سفید را به نتیجه کار خوب مقامات تفتیشات پیشکی ربط دادند. اما 3 سال پیشتر چنین حکم‌ها را دادگاه سوخت به قید می‌گرفت و رسانه‌ای می‌کرد. آخرینش سال 2021 بود که آن را رستم سید احمدزاده صادر کرده است. ولی او و کاتبش عزیزه حیدر و بعد آن حکم با مشکلی‌های زیادی حقوقی گرفتار شدند و به سالهای زیاد روانه زندان گردیدند. برآورده شده است. این هم در حالی است که سال گذشته دادرس‌های دیگر منطقه‌های تاجیکستان 10 حکم سفید صادر کردند. در این باره شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان خبر داد. برقصدانه سرکشی کردن والدان از پرداخت الیمنت، قلابی، قصداً رساندن ضرر به سلامتی، لطوکوب شخص و ویران کردن دخل ناپذیری منزل از پرونده‌های بودند که به اطلاع رئیس دادگاه عالی نسبت آنها حکم سفید قبول شده است. اظهارات شیر محمد شاهیان در حال صدا داد که منتقدان بارها از وضع نظام دادگاه‌های کشور و ناچیز بودن حکم‌های سفید نگرانی کردند. در اکثر کشورهای دنیا پس از بحث‌های طولانی در صورت ثابت نشدن عیبی که مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کردند، بازداشت شده‌ها از جانب دادگاه بیگناه اعلان شده آزاد می‌شوند. سالهای گذشته احیانا در تاجیکستان چنین حکم‌ها صادر می‌شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. گزارشی از زندگی مهاجران در روسیه داریم. اکثر مهاجران آسیای مرکزی در روسیه با وجود کار سنگین و با آنکه در یک روز تا 12-14 ساعت زحمت میکشند، کوشش میکنند روزه بگیرند. در رمضان به مسافران و یا افرادی که کار وزنین میکنند سبکی‌های داده شده است، ولی بسیاری از مهاجران میگویند کار نمیتواند مانع روزه‌داری شود. گزارشی را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم میکند. نام و صدای بعضی از مهاجران در این گزارش دیگر کرده شده است. کنیبک در روسیه به حیث کوریر کار میکند. به مشتریان پیتزا میرساند. سال سوم است که در خارج از کشور روزه میگیرم. ما 12, 13 و بعضا تا 14 ساعت کار میکنیم، ولی این مشکل نیست زیرا کار ما سبک است. ما با ماشین یا دوچرخه کار میکنیم. با نزدیک شدن افطار سفارش ها زیاد و کنیبک سیر کار می شود. فرمایش زیاد است. باید همه را سری وقت برده رسانیم. وقتی سفارش ها را می رسانیم سری راه یگان چیز می خوریم. هنگامی رو آب به این طرف و اون طرف راه یگان چیز به دهان می گیریم. با همین بستی کاری به آخر می رسد. به خانه می آییم و به سری خوراک خورده می خوابیم. سایقل در یکی از طرفخانه ها فراش است و مثل مهاجران دیگر 12 ساعت کار می کند. او هم روزه‌دار است. می گوید که کارش چندان وزنین نیست. گرفتن روزه مشکل نیست. من زیاد خسته نمی شوم. کار خود را اجرا می کنم. ماه یک بار تمام طرفخانه را پاک می کنیم. همان وقت کمی مشکل است. روزهای دیگر آسان است. ریاست روحانیان مسلمانان قزاقستان میگوید بر اساس قانونهای شریعت ساعت زیادی کاری برای روزه نداشتن سبب نمی شود. یک روحانی دیگر میگوید که زنان حامله، بیماران، شخصان سالمند و آنهایی که در سفر هستند عذر دارند. 15 gün göçeyin jursa bir yerde. اگر آدم در یک جای دیگر تا 15 روز بماند او اجازه دارد که روزه نگیرد. بعد از 15 روز وی الکی مسافر دانسته نمی شود. ولی اگر آدم 10 روز در یک شهر و 10 روز دیگر در جای دیگری باشد او مسافر است. اما اگر برای او مشکل نیست می تواند در چنین وضع هم روزه بگیرد. روحانیان میگویند مهاجران حتی اگر در بست شبانه کار میکنند طبق قانونهای شریعت باید روزه بدارند. در ریاست مسلمان‌های قرقیزستان میگویند در چنین شرایط روزه‌داران باید هنگام خوردن خوراک از کار تنفس بگیرند. برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار.